الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 52 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه به موضوع جدید خواهیم پرداخت. موضوع امروزه ما این توحید الربوبیت است. امروز اولین حلقه از بیان و شرح و توضیحات توحید ربوبیه است و از همین روز عبارت یک چند حلقه ها از بیان توحید الربوبیه، شرح و تفصیلات از مسائل توحید الربوبیت خواهد بود، زیرا که توحید الربوبیه این از قسمهای توحید اولین قسمش از نمودهای توحید، اولین نمود توحید است که باید هر یک مسلمان بداند، بیاموزد، بفهمد و عمل نماید. عمل نمودن به توحید الربوبیه این عملی اعتقادی هست، عملی علمی هست، عملی نظری هست. توحید الربوبیه رو علما میگن توحید علمی، یعنی می آموزید، می فهمید و بعد از آموختن و فهمیدن اقرار میکنید و تصدیق میکنید. اقرار و تصدیق، بارک الله فیکم. اعتقاد که این همه تعلق به قول قلب دارد. تمام اعتقادات و تمام اقرار و تصدیق این تعلق به قول قلب دارد. پس برادرم و خواهر بزرگوارم، بارک الله فیکم، از الله سبحانه و تعالی طلب می نمایم که الله همه شنوندگان این حلقه های توحید را هدایت بکند، در جمله خودی بنده را به عمل کردن به این گفته ها نصیب بگرداند و همه ما را ثابت قدم در راه توحید تا آخرین نفسمان نگه بدارد و حسن خاتمه را به ما نصیب بکند. از الله احد الصمد الحی القیوم المنان الاول والآخر والظاهر والباطن الحی والقیوم بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام طلب میکنم، با این اسماء بزرگش، اسمهای اعظمش طلب میکنم که ای الله، این درس های ما را، این حلقه های توحیدی را، این درس های عقیدوی را درس های پربرکت و مداوم بگردان، در بین مردم پهن بگردان و سبب هدایت شوی مردم بگردان و سبب منتقل شدن مردم از کفر و شرک به توحید و اسلام و ایمان بگردان. امین یا رب العالمین. اما برادران و خواهران موحدم، کلمه توحید در این 51 حلقه به شما معلوم گشت. توحید نسبت دادن یگانگی به الله، توحید یکتا و تنها، این معنای توحید است. یعنی توحید نسبت دادن یگانگی به الله، توحید الربوبیه نسبت دادن یگانگی در ربوبیت الله، یعنی در ربوبیت به الله سبحانه و تعالی تنهاگی، یکتاگی را نسبت می دهید و تمام شریک ها را از الله سبحانه و تعالی دور می کنید. هیچ چیزی را برابر الله یا که افضل به الله یا که مانند الله نمی کنید و الله را هم به کسی از مخلوقاتش مانند و برابر نمی کنید.
که این همه شرک است. توحید الربوبیه این است که نسبت دادن یگانگی در ربوبیت به الله، اعتقاد کردن به این که الله سبحانه و تعالی در ربوبیتش یکتا هست و تنها است، بی‌نظیر است و بی‌مثیل است. اما کلمه ربوبیه چی معنی دارد؟ الربوبیه، توحید الربوبیه. الربوبیه اصلش گرفته شده است از اسم الرب. کلمه ربوبیه، توحید الربوبیه، اصلش از کلمه الرب گرفته شده است، از نام الله گرفته شده است، از اسم الله گرفته شده است. برای همین علما میگن توحید الربوبیه وقتی که گفته می شود، توحید این عمل بنده است. این توحید یک عمل است که انسان به وجود می آورد، صفت بنده است. بنده توحید را چکار میکند؟ به وجود می آورد و توحید را یعنی یگانگی را به الله نسبت می دهد. توحید را کی انجام می دهد؟ توحید صفتی کی؟ صفتی بنده است، یعنی یگانگی را به الله نسبت می دهد. توحید این چیز است. معنای کلمه التوحید یعنی نسبت دادن یگانگی و تنهایی به الله سبحانه و تعالی. کی نسبت می دهد؟ انسان. یعنی انسان یگانگی و تنهایی را به الله نسبت می دهد. اما الربوبیه، ربوبیه این صفت الله است. ربوبیه این صفت الله است و همین کلمه الربوبیه اصلش گرفته شده است از اسم الله سبحانه و تعالی که این الرب است. الرب. و همین کلمه الرب مشتق است، این چنین گرفته شده است از فعل رب یرب. رب یرب، از همین رب یرب الربوبیه گرفته شده است. یای آخر و تایی که در آخر آمده است ربو بی یا و ته، ربوبیتو، این نسبت است. یا و تا در ربوبیت، یا و تا این نسبی هست. نسبت دادن، یعنی نسبت دادن ربوبیت به کی؟ به الله. توحید الربوبیه یعنی یکتاگی الله، تنهایی الله در ربوبیتش. اما مراد از ربوبیت چیست؟ مراد کلمه ربوبیت چیست؟ یعنی معنای کلمه ربوبیت چیست؟ علما میگن الاتصاف بصفات الخلق او ملک و التدبیر. الربوبیه، مراد از کلمه ربوبیت این اتصاف شدن، وصف شدن با صفتهای خلق کردن، خلق کننده و با صفتهای صاحب ملک و التدبیر. الخلق والملك والتدبیر، خلق کننده، صفتهای ملک، صاحب ملک و التدبیر، صاحب تدبیر. این صفتهای هست که همه اش این فعل های هست، فعلی خلق کردن، فعلی ملکیت کامل داشتن، فعل تدبیر. این همه فعل های رب است. الله سبحانه و تعالی که به هیچ کس گذاشتن این فعل ها به معنای پررأش جایز نیست. هیچگاه یک مخلوق، یک مملوک، هیچگاه به این درجه رسیده نمیتواند. مراد از الربوبیت همین است، اتصاف کردن به صفتهای خلق و ملک و تدبیر. اما معنای توحید الربوبیه و صفات، معنای توحید الربوبیه و صفات کاملا چیست؟ معنای توحید الربوبیه اثبات کردن ربوبیت به الله سبحانه و تعالی تنها به خودش، یعنی اثبات کردن ربوبیت به الله یگانه، به الله خالق، و انکار کردن ربوبیت از غیر الله سبحانه و تعالی.
بار دیگر تکرار میکنیم. معنای توحید ربوبیت چیست؟ معنای توحید ربوبیت اثبات کردن ربوبیت تنها و یکتا به الله خالق و نفی و انکار کردن ربوبیت و فعلهای ربوبیت از مخلوقین، از خلق. یعنی به الله وقتی که ربوبیت را اثبات کردید باید از غیر الله نفی کنید. توحید چخیلی که ما در حلقه های گذشته گفتیم حتما در همه جا نفی دارد و اثبات دارد. وقتی که اثبات کردی باید نفی کنی، وقتی که نفی کردی باید اثبات بکنی. لا اله نفی کردی، تمام اله ها را اثبات میکنی، الا الله، الله را. در اینجا اثبات کردی ربوبیت را به الله، یگانه به خودش، پس باید انکار کنی و نفی کنی همین ربوبیت را از غیر الله. وقتی که نفی و اثبات و نفی به وجود آمد، نفی کردی و اثبات کردی، اثبات کردی و نفی کردی، یعنی با الله ربوبیت رو اثبات کردی، از غیر الله نفی کردی و انکار کردی. در این حالت توحید به وجود آمد. برای اینکه توحید دو رکن دارد، رکن اولش این نفی است و رکن دومش اثبات است. اما اگر یک کسی بیاید ربوبیت رو، توحید ربوبیت رو اثبات بکند، ربوبیت رو به الله یگانه به خودش اثبات بکند، اما ربوبیت رو از غیر الله انکار نکند، از خلق و از مخلوقین، یا یکی از فعلهای افعال ربوبیت رو از غیر الله انکار نکند و به غیر الله جایز داند، این حالا مسلمان نشده است، این مشرک است و کافر است. پس دلالت میکند که دو رکن توحید باید به وجود آید: اثبات ربوبیه تنها و یکتا به الله خالق و نفی کردن و انکار کردن ربوبیت یا یکی از فعلهای ربوبیت از خلق. فعلهای ربوبیت یعنی چی؟ یعنی یک انسان موحد باید اعتقاد داشته باشد به ربوبیت الله، که الله البته یگانه خودش خالق است، هیچ خالقی نیست غیر الله بجز الله، هیچ رازقی نیست بجز الله، هیچ مدبری نیست بجز الله، هیچ مالکی نیست بجز الله، و هیچ کسی صاحبی نفع و ضر نیست بجز الله. بجز الله هیچ کسی قادر به منفعت رسانیدن یا ضرر رسانیدن نیست بجز الله. انمین انسان موحد در ربوبیت شد. اگر همچنین اعتقاد کرد کسی، موحد در ربوبیت شد. پس ما گفتیم توحید الربوبیه اثبات کردن ربوبیت تنها و یکتا به الله خالق که خلق کرده است همه را، و نفی کردن ربوبیت یا یکی از فعلهای ربوبیت از خلق و مخلوقین، از انسان ها. یکی از فعلها یعنی خالق بودن، یا یکیش رازق بودن، یا مدبر، یا مالک، یا قادر بودن به نفع و ضر. یعنی یک کسی بیاید بگوید که من به الله، به ربوبیت الله ایمان آوردم، یعنی ربوبیت را تنها و یکتا به الله اثبات کردم که الله تنها خودش است، و از غیر الله ربوبیت را نفی کردم، اما اولیا را میگم که رزق میدهد، یا میگم که اولیا این سبب رزق است. البته این شرک اصغر است، اولیا را اگر سبب رزق بگوید، اما مستقیم اولیا را رزق دهنده بگوید شرک اکبر است، نمودهای زیاد دارد. یا اعتقاد میکنم که بگوید انا من قبر صاحبی نفع است و ضر است، این انسان حالا مسلمان نشده، این مشرک است، زیرا که نفی ربوبیت را از غیر الله نکرد، ربوبیت را از غیر الله نفی نکرد. برادران و خواهران عزیزم، امروز بسیارند کسانی که به نام مسلمانند و البته که ربوبیت را تنها به الله اثبات میکنند و میگویند که الله خالق است، و میگویند که ما ربوبیت را از غیر الله انکار میکنیم، از مخلوقین انکار میکنیم. میگویند که الله خالق است، الله رازق است، الله مدبر است، اما یک چیز میگویند نفع و ضر، یعنی قبرها هم فایده رسانیده میتوانند، نفع رسانیده میتوانند، ضرر رسانیده میتوانند. اولیاء که در درون قبر هستند یا بعضی از مزارها فایده به انسان رسانیده میتوانند مستقیم، و ضرر هم رسانیده میتوانند.
پس اینها مشرکند، اینها الا مسلمانیند. زیرا بعضی از فعلهای ربوبیت را، بعضی از افعال ربوبیتی که خاص الله هست به مخلوقین دادند. والعیاذ بالله. ببینید رافضه ها را مشرک است از همین جهت در توحید ربوبیت. اعتقاد میکنند که قبرهای امام هایشان از علی رضی الله عنه سر شده. علی و غیر و غیر 12 امام، علی، حسن، حسین، محمد ابن حسن و علی ابن حسین و غیره. اینها انسانهای صالح بودند، اینها اهل بیت بودند، اینها اهل سنت بودند. اما رافضه ها بهتان و زور دروغ میگند و اینها امام مایند میگند. این 12 امام از رافضه بیزارند. رافضه ها قبر این امام هایشان را میپرستند و اعتقاد میکنند که این مرده ها، امام ها نفع فایده رسانده و ضرر رسانده میتونند. پس اینها مشرکند. در کجا؟ در توحید ربوبیت. صوفی ها اعتقاد دارند که اولیاها فایدهشان همین است که زمین و آسمان را اولیاها نگه میکنند، بلا را اولیاها میدارند و غیره و غیره. با همین عقیدهشان مشرکند. البته که این عقیده را سلیمانیه، طریقه السلیمانیه، طریقه المولویه، طریقه والعیاذ بالله تیجانیه و غلات دیوبندیه و غیره دارند و نقشبندیه. همه اینها اعتقاد دارند. طریقای صوفی همش اعتقاد دارند. زیاده از 50 چند طریقه که میگن که این اولیاها مالکیتی فایده رسانیدن و ضرر رساندن را دارند. پس مشرکند. سبب شرکشون مخلوق را با الله تشبیه کردند در نفع و ضر و نفی ربوبیت از غیر الله نکردند. بعضی از افعالهای الله را در ربوبیت به غیر الله دادند و در ربوبیت مشرک شدند. یا کسی بگوید که غیر الله مزار یا چیزی دیگری رزاق است، والعیاذ بالله مشرک است. پس توحید الربوبیه همین است، اثبات کردن ربوبیت تنها و یکتا وحده لله الخالق و نفی کردن ربوبیت یا یکی از فعلهای ربوبیت از خلق، از مخلوقین. بارک الله فیکم. یعنی انسان موحد چگونه انسانی هست در ربوبیت؟ باید اعتقاد بکند یک موحد به ربوبیت الله که الله خالق است، هیچ خالقی نیست بجز الله. الله رازق است، هیچ رازقی نیست بجز الله. الله مدبر است و هیچ مدبری نیست بجز الله. مالک است، هیچ مالکی نیست بجز الله. و تنها یکتا و تنها الله صاحبی نفع و صاحبی ضر است، ضرر رساننده و منفعت بخشنده تنها الله است. بارک الله فیکم. پس حالا میگذاریم به معنای توحید اسماء و صفات. چرا ما بعد از بیان کردن معنای توحید ربوبیه یک باره به معنای توحید اسماء و صفات میذاریم؟ برای آن که توحید اسماء و صفات این از ربوبیت است، از درون توحید ربوبیت است. توحید اسماء و صفات این از درون توحید ربوبیت است. اصل توحید دو تاست، توحید الربوبیه و توحید الالوهیه. اما وقتی که بسیار انسان ها از جانب اسماء و صفات گمراه شدند، اسماء الله را انکار کردند، معنیش را انکار کردند، صفاتهای الله را تعویل کردند و تحریف کردند و تعطیل کردند و گمراه شدند، علما این نمود توحید را از درون توحید ربوبیت علاهده آوردند و ذکر کردند بعد از توحید الوهیت. برای همین وقتی که میخواهیم که توحید ربوبیت را خوب فهمیم، باید توحید اسماء و صفات را فهمیم. معنای توحید اسماء و صفات یعنی اثبات نمودن نامهای الله، اسماء الله و صفاتش به الله، آن نامها و صفاتهایی که الله به نفسش اثبات کرده است یا که رسول الله صلی الله علیه وسلم به الله این نامها و صفاتها را اثبات کرده است. این توحید اسماء و صفات است. توحید اسماء و صفات چیست؟ اثبات کردن نامهای الله و صفاتها بر الله، آن نامها و صفاتهایی که الله خودش به خودش گفته است که نام من و صفت من این است یا که رسول الله به سند صحیح بیان کردند. و دوامش و نفی کردن آن نامها و صفتهایی که الله از خودش نفی کرده است و اثبات نکردن چیزی از صفتهای کلام بر خلق.
حتما باید ما کامل ایمان بیاوریم، هم به توحید الربوبیه و هم به توحید الاسماء و صفات و توحید الالوهیه. توحید اسماء و صفات چیست؟ وقتی میگید بعضی انسان ها میگن اثبات کردنی نام های الله و صفات های الله به همین تمام است. نه، اثبات کردن نام های الله، اثبات کردن اسماء الله و اثبات کردن صفات های الله. کدام صفات ها و کدام نام ها؟ همون نام ها و صفات هایی که الله به خودش و رسولش محمد صلی الله علیه و به الله ثابت کرده است. آیا به همین ایمان یعنی به توحید الاسماء و صفات تمام است؟ نه، دوام دارد. دوامش این است که باید انکار بکنید. اثبات شد باید انکار بکنید. هر جایی که توحید هست اونجا اثبات است و نفی است، نفی است و اثبات است. اگر نفی کردید و اثبات نکردید توحید به جا آمد، کامل نشد. اگر اثبات کردید و نفی نکردید توحید به جا آمد. حالا هم انسان موحد نیست. ما وقتی که نامهای الله را و صفاتهای الله را به الله ثابت کردیم، باید همین نامهای الله را و همین صفاتهای الله را که در قرآن و سنت صریح ذکر شده است از غیر الله سبحانه و تعالی نفی بکنیم، از غیر الله انکار بکنیم. یعنی اسماء الله و صفات الله را به غیر الله نسبت ندهیم. و دوام دارد و هیچگاه چیزی از صفاتهای کمال را به خلق اثبات نکنیم. یعنی کمال در اینجا صفاتهای کمالات، تمامی صفاتهای کمال از آن الله است. اما بنده همه صفاتهایی که دارد نقص است. صفاتهای کمالی بنده نقص است. پس با همین معنای توحید الاسماء و صفات به وجود می آید. بارک الله فیکم. این بود نمود ایمان آوردن به توحید الربوبیه و به توحید الاسماء و صفات. حالا میگذاریم به مسئله سوم یا مسئله دیگر که آیا لفظ رب که ربوبیه از کلمه رب نام الله گرفته شده است در آیات قرآن وارد شده است یا نه؟ بله وارد شده است، زیاد وارد شده است. در سوره بقره الله سبحانه و تعالی در آیت 21 میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. ای انسان ها عبادت بکنید ربتون را. رب ببینید در اینجا همون کلمه ربوبیت که از رب گرفته شده است اومد ربتون را، آنی که شما را خلق کرد. یعنی آن ربی که شما را خلق کرد، رب شما که شما را خلق کرد، ای مردم همون را عبادت بکنید. غیر از الله که شما را خلق کرد، غیر از ربی که شما را خلق کرد، غیر از این الله، غیر از این رب دیگر چیزی را و کسی را عبادت نکنید. این اولیا پرستی و قبر پرستی و سنگ پرستی اینها را ترک کنید. تنها به حکم الله حکم بکنید، تنها قانون این الله را بگیرید، تنها به همین الله اطاعت بکنید که این رب شما است و شما را خلق کرده است. و از غیر حکم غیر الله، قانون غیر الله، محکمه غیر الله سرکشی بکنید، کفر بر آنها ورزید. در سوره انبیاء 92 الله میگه و انا ربکم فاعبدون، من رب شمایم پس مرا تنها خودم را عبادت بکنید. ای مردم تنها یگانه الله را عبادت بکنید، موحد باشید. موحد یعنی اثبات کردن ربوبیت به الله، یگانه به الله خالق، و نفی کردن ربوبیت از غیر الله و اثبات کردن اسماء الله و صفاتش به الله، آن نامهایی که الله و رسولش با سند صحیح رسولش اثبات کرده است به الله، و نفی کردن اسماء و صفات از غیر الله و اثبات نکردن چیزی از صفاتهای کمال به خلق و مخلوقین، و عمل کردن به توحید، ایمان آوردن و عمل کردن به توحید الالوهیه، یعنی تمام عبادت را تنها به الله انجام دادن. انمین است توحید و انمین است انسان موحد. الله در سوره انعام آیه 164 میگه اغیر الله ابغی رب
نقل میکند از یکی از پیامبران که آیا غیر الله رب دیگری رو میخواهم؟ نه، یعنی این کار است، یعنی غیر الله رب دیگری خواسته نمیشود. رب، کلمه رب در اینجا باز آمد، نام الله است و ربوبیت صفت الله است. الرب نام الله است و یکی از بزرگترین نام الله است و الربوبیه این صفت الله است. در سوره الانعام آیه 102 آمده است که ذلکم الله ربکم لا اله الا هو خالق كل شیء فاعبدوه. این الله، ذلکم الله، این الله رب شما است. ذلکم الله ربکم، این الله رب شما است. کلمه رب آمد. لا اله الا هو، نیست معبود برحق بجز او الله رب. هو خالق كل شيء، انا من الله، انا من رب، خلق کننده تمام چیز هست. غیر از الله در این زمین و آسمان و هر چیزی که میبینه در بین زمین و آسمان و همه چیز، هیچ کسی هیچ چیزی خلق نکرده است. حتی یک پشه رو کسی خلق نکرده است. لن یخلق ذبابا. پس شما چیکار بکنید؟ این رب و این اللهی که همه چیز رو خلق کرده است، فاعبدوه، عبادتش بکنید. وحیدوه، یگانه تنها خودش را عبادت کنید، یعنی موحد باشید. در سوره توبه 31 الله میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. گرفتند علماهای خود، پیشوایان خود، زاهدان خود را ارباب. ارباب جمع رب، یعنی ربها بدون بجز الله. یعنی وقتی که یک کسی اطاعت غیر الله را میکند، اطاعت غیر رب را میکند، گویا که به خودش یک رب دیگری بجز الله را گرفته است، یک اله دیگری بجز الله را گرفته است. هر کسی که امروز اطاعت از قانونهای این دولت‌های کفری میکند، در خدمت اونا هست، لشکری اونا هست، پس این به خودش یک رب بجز الله گرفته است و مشرک است. سبحان الله. هر کسی که از علمایش، از پیشوایش اطاعت میکند در حالتی که این علمایش و این پیشوایش مخالف امر الله، مخالف قانون الله، مخالف گفته های الله برآمده است، در این حالت هم اطاعت میکند، این همین پیشوایش و همین عالمش را، همین مفتیش را رب خود بجز الله گرفته، مشرک شده است، ربش مفتیش است. والعیاذ بالله. الله در سوره آل عمران آیه 64 میفرماید ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. این خطابی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به مشرکان بود که یا اهل الكتاب، ای اهل کتاب، بیایید به سوی آن کلمه‌ای که در بین من و شما این هست، این برابر است، کلمه لا اله الا الله، به سوی لا اله الا الله بیایید تا که بعضیمون بعضی دیگرمون را رب بجز الله نگیریم، یعنی بعضیمون به بعضیمون اطاعت کرکرانه نکنیم، بلکه اطاعت به الله بکنیم. و الله در سوره آل عمران آیه 82 میگه ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا. الله امر نکرده از شما را که ملائکه ها را و پیامبران را ارباب بجز الله بگیرید. یعنی الله هیچگاه کسی را امر نکرده است که ملائکه ها را و پیامبران و رسولان را ارباب بگیرید، رب خود بگیرید. نه، الله این را امر نکرده است، بلکه الله نهی کرده است. الله نهی کرده است، الله باز داشته است، الله منع کرده است که هیچ کسی را بجز الله رب نگیرید. الله در سوره یوسف آیه 39 میگه ارباب متفرقون خیر ام الله. آیا ارباب ها جمع رب ارباب ها چندین رب، ارباب های متفرق جداگانه خیر است یا که الله؟ البته که الله یگانه واحد القهار خیر است. بارک الله فیکم. این بود آیات هایی که در این آیات ها کلمه رب استفاده برده شده است. همچون رب، همچون نام الله استفاده برده شده است و جمع کلمه رب و ارباب ذکر شده است. بارک الله فیکم. و این بود حلقه اول از بیان توحید الربوبیه. از الله سبحانه و تعالی
طلب میکنیم که اللهم علمنا ما ينفعنا و ينفعنا مما علمتنا انك انت العليم الحكيم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده به شما معنای کلمه رب، الرب را بیان میکنیم. ما معنای کلمه الربوبیه را بیان کردیم و حالا باشد معنای کلمه الرب را بیان میکنیم که کلمه رب که ربوبیت از همین رب گرفته شده است چه معنی دارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.